رادیو یک جهان با جهانی مهر و دوستی و اندیشه و تفکر. برنامه‌های رادیو یک جهان با الهام از آموزه‌های آیین بهایی و در راستای بزرگداشت فرهنگ والای ایران زمین تهیه و تنظیم می شود و به همه آنان که دل در گرو مهر ایران دارند و به انسان و انسانیت عشق می ورزند تقدیم می گردد. درودهای گرم و صمیمانه ما به همه شنوندگان عزیز و نازنین، هموطنان و همزبانان ارجمند در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. دلارام قدرشناس در خدمتتون هستم و مقدم همه شما گرامیان رو با هر تفکر و اندیشه و کیش و آیینی که دارید گرامی می‌دارم. به رنگین کمان رادیو یک جهان خوش آمدید. در برنامه امروز دوستان عزیزم به شرح احوال و زندگانی دو بانوی عالیقدر و گرامی از جهان غرب که در عالم بهایی به خدمات بی‌نظیر و شایسته‌ای نائل شدند خواهیم پرداخت و شما رو با خانم مارتا روت و همچنین ملکه رومانیا آشنا خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، بزرگان ما گنجینه‌های گرانقدر و پشتوانه‌های استوار تاریخ ما هستند. در تاریخ دیانت بهایی نیز از این گنجینه‌های گرانبها فراوان داریم که با فداکاری‌ها و خدمات شایسته خود صفحات تاریخ این آیین را زینت بخشیدند. اینان چه در شرق و چه در غرب در هر دوره با شیوه زندگانی و با خدمت و جانفشانی خود راهگشای فعالیت‌ها و دستاوردهای بزرگتر نسل‌های آینده بودند. بنابراین جا دارد که نامشان را گرامی بداریم و بیشتر با احوال و زندگانیشان آشنا شویم. در برنامه امروز همچنان که قبلا گفتم با دو تن آشنا می شویم. خانم مارتا روت و اولیا حضرت ماری ملکه تاجداری از کشور رومانی. ابتدا از مارتا روت سخن می گوییم. یک خانم خبرنگار آمریکایی که پس از ایمانش به دیانت بهایی آنی آرام نجست و در سفرهای تاریخی خود موفق به ملاقات با بزرگان و سران مملکت گردید و پیام جانبخش و صلح‌آمیز حضرت بهاءالله را به آنان ابلاغ نمود که از جمله ایمان اولیا حضرت ماری ملکه رومانی را به دنبال آورد. مارتا روت که در جامعه بهایی به میس مارتا روت مشهور است، در 10 آگوست 1872 میلادی در ریچفود اوهایو در خانواده یک مهاجر آمریکایی تولد یافت. سپس این خانواده به پنسیلوانیا نقل مکان کردند و او در آنجا رشد و نمو یافت. وی در شهر کمبریج اسپرینگز دیپلمه شد و سپس وارد دانشگاه شیکاگو گردید و پس از اتمام دانشگاه به شغل معلمی و خبرنگاری پرداخت. روزی تصادفاً در رستورانی با یک مسافر بهایی آشنا شد و از وی برای اولین بار نام حضرت بهاءالله و مطالب مختصری راجع به دیانت بهایی شنید
و پس از مدت بسیار کوتاهی این آیین را پذیرفت و از همان هنگام که پرتو انوار الهی در قلبش درخشید چنان حرارتی در دل و جان خیش مشاهده نمود که بی اختیار به پا خاست، به پا خاستنی که دیگر نشستنی در پی نداشت. وی اولین فردی بود که الواح ملکوتی حضرت عبدالبها را مبنی بر مهاجرت به نقاط مختلف جهان جهت پراکندن تعالیم حضرت بهاءالله به جان و دل پذیرفت، به آن عمل کرد و سفیر وحدت عالم انسانی گردید. به این معنا که جهت نشر این آیین در طی حدود 20 سال 4 بار کره خاک را در نوردید، 4 بار به چین و ژاپن سفر کرد، 3 بار به هندوستان رفت و عملاً همه شهرهای مهم در آمریکای جنوبی را بازدید نمود. وی با پادشاهان، رؤسای جمهور، ملکه ها، وزیران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، روحانیون و دیگر شخصیت‌های برجسته جهان ملاقات و امر بهایی را به آنان ابلاغ نمود. وی همچنین در مجامع و کنگره‌های مختلف از جمله مجامع صلح‌جویان، اسپرانتیست ها، انجمن‌های مذهبی، اجتماعات سوسیالیست ها و جلسات بانوان به نطق و بیان پرداخت و آوازه دیانت بهایی را جهانی ساخت و در واقع در هر شهر و دیار ولوله انداخت. حتی در یکی از سفرهایش به آمریکای جنوبی سکنه کشتی را که با آن مسافرت می‌کرد دعوت کرد و از عظمت آیین یزدانی ایشان را مستحضر ساخت. حضرت عبدالبها خطاب به وی فرمودند: حقیقتاً مبشر ملکوت و منادی میثاق و جانفشانی و با جمیع ملل مهربانی و بذری میافشانی که سنین متوالیه هزاران خرمن از آن برداشته خواهد شد و درختی می نشانی که تا ابد برگ و شکوفه و ثمر می دهد و سایه‌اش روز به روز انبساط خواهد یافت. مارتا رود پس از مراجعت از آمریکای جنوبی سفرهای خود را به اروپا و آفریقا، آسیا و استرالیا شروع کرد و پیام بهایی را به وسیله رادیو و روزنامه به اطراف عالم انتشار داد و سیل شدید مقالات و گفتارهایش راجع به آیین بهایی در بلگراد، آتن، استکهلم، بلژیک و ادرنه روان گردید. وی در سال 1926 پیامی به ضمیمه کتاب بهاءالله و عصر جدید تألیف دکتر اسلموند برای اولیا حضرت ملکه رومانی که به واسطه حوادث و مصائب وارده در گوشه انزوا در قصر بخارست محموم و مغموم به سر می برد فرستاد و اولیا حضرت ملکه به حدی منجذب مطالب و مضامین آن گردید که بلافاصله او را به قصر خویش دعوت کرد و در مورد این آیین از مارتا رود سوالات بیشماری نمود و متعاقباً در همان سال چه در مجامع خصوصی و چه در جلسات عمومی راجع به این ملاقات و ایمانش به آیین بهایی سخن گفت. خانم مارتا رود 8 مرتبه در قصرهای مختلف و زیبای آن ملکه نیک اختر پذیرفته شد و با ملکه ملاقات نمود و شرح این ملاقات ها را به محفل ملی آمریکا نوشت که در مجلات بهایی آن زمان از جمله نجم باختر درج گردید. در اوائل سنه 1930 این بانوی گرامی و این واله و عاشق پروردگار به کشور عزیزمان ایران سفر کرد و ضمن ملاقات خواهران و برادران ایرانی و زیارت اماکن متبرکه ایران
در مورد طاهره قرةالعین که در حقیقت میتوان گفت روح آن نابغه شهید با روح و روان وی ارتباطی عجیب داشت مطالعه نمود. وی در این سفر به شهر قزوین زادگاه طاهره رفت و با بازماندگان طاهره ملاقات نمود و تحقیقاتش را در مورد این زن سخنسرای قهرمان کامل کرد و کتابی را تحت عنوان طاهره به رشته تحریر درآورد. علاوه بر آن در مدت 3 ماه اقامتش در ایران و ملاقات با یاران بهایی ایران شور و نشوری غریب در دلها انداخت و همه را حیران روحانیت و نورانیت خویش نمود. وی بذر محبت خویش را آنچنان در قلوب و ارواح انبات کرد که در هنگام ترک ایران همه از فراقش می‌گریستند. خود نیز هنگام ورود به شهرها و دهات مختلف ایران از مشاهده استقبال و مشایعت بی‌نظیری که با قلوبی مملو و از عشق و محبت دوستان هر سامان نسبت به او ابراز می‌شد، وجود عزیزش را از شدت عشق و شکر گزاری به درگاه پروردگار به گریه وامی داشت. وی در نقاط مختلف ایران نطق‌ها و سخنرانی‌های مهیجی ایراد می‌نمود و بهائیان و به خصوص خانم‌ها و جوانان را مخاطب ساخته از فداکاری‌های آنان تمجید به عمل می‌آورد، به طوری که قلوب همگان شیدایی آن خواهر عزیز می‌شد و با ترنم سرودهای بهایی و کف زدن‌های متوالی ابراز شعف و سرور می‌کردند و در راه‌ها، بیابانها و شهرها یاران و مستقبلین تکبیر الله ابها و ندای یا بهاءالابها را بلند می نمودند. مارتا روت در ایران موفق به زیارت بیت مبارک شیراز یعنی منزل مسکونی حضرت باب شد و هنگام تشرف اثری از خضوع و خشوع و ایمان از خود باقی گذاشت که تا ابد فراموش نمی گردد. در چندین موضع قبل از ورود به آستانه مبارک سر بر زمین نهاد، پیشانیش را بر خاک سایید، حتی در و دیوارها را بوسید و بویید و اشک عشق و حسرت فرو ریخت، به نحوی که انقلابی شدید در همراهان ایجاد نمود. سپس وی از درخت نارنجی که در حیات این بیت مبارک غرس شده بود 500 برگ از شاخه چید و آنها را برای 500 نفر نمایندگان کانونشن آمریکا با پست ارسال داشت. یکی دیگر از اقدامات بسیار ارزنده این بانوی گرامی ترجمه و طبع کتب بهایی از جمله کتاب بهاءالله و عصر جدید به زبانهای مختلف یونانی، ایرلندی، چکسلواکی، یوگسلاوی، فنلاندی، نروژی و مجارستانی است که همه از یادگارهای ذی قیمت اوست. خانم مارتا روت در سال 1936 میلادی پس از مسافرت‌های عدیده به نقاط مختلف جهان در حالی که سلامت جسمی وی متزلزل شده بود برای ملاقات دوستان و فامیل به آمریکا برگشت و در داخل آمریکا نیز همچنان به سفرها و فعالیت‌های تبلیغی ادامه داد و سپس 1 سال بعد به طرف ژاپن حرکت نمود. در توکیو و شانگهای هنگامی که ژاپنی‌ها و آمریکایی‌های مقیم آنجا زیر آتش دشمن بمباران می‌شدند و یا از شدت زلزله و زمین لرزه همه در اضطراب بودند، وی همچنان ندای امر یزدان را به گوش مردم خاور دور رساند و پس از 4 ماه به طرف سیلان و هندوستان حرکت کرد. وی در هند کتاب طاهره را به چاپ رسانید و همچنین در دانشگاه‌ها به سخنرانی پرداخت و با روشنفکران برهمایی و بودایی به صحبت و مباحثه نشست.
سپس به استرالیا و نیوزلند رفته و فعالیت‌های خویش را در آنجا ادامه داد. مارتا رود پس از آن سفرهای طولانی و موفقیت آمیز در سال 1939 هنگامی که به سوی وطن خیش در سفر بود، در هونولولو مرکز هوایی که حد فاصل نیمکره شرقی و غربی عالم است، به علت کسالت مجبور به ترک کشتی گردید و در همین مکان پس از چند ماه کسالت و مریضی در تاریخ 28 سپتامبر 1939 پس از 20 سال فعالیت بلا انقطاع و در حالی که بیش از 67 سال از سنش نمی‌گذشت، دار فانی را وداع گفت و روح پرفتوحش از عالم خاک به جهان تابناک صعود نمود. با مرگ وی حیات کسی که به فرموده شوقی افندی ولی امر بهایی بهترین و خوشترین ثمره عصر تکوین امر حضرت بهاءالله بود و حضرت عبدالبها وی را بهترین سفیر امر رحمان خوانده اند، به پایان آمد. شوقی افندی که افتادگی و خضوع و دوری جستن از هر نوع نام و نشانی را در مورد خود رعایت می‌فرمودند، در مورد سایر یاران، مبلغان، مهاجران و به طور کلی همه آنان که زندگانی خود را وقف پیشبرد این آیین نموده بودند، روشی دیگر داشتند و همواره از خدمات و فداکاری‌های آنان تمجید به عمل می‌آوردند. در مورد خانم مارتا رود نیز ایشان ضمن تمجید از خدمات جاودانی، شهامت، وفاداری و اراده محکم وی پس از درگذشتش او را با این جمله ستودند: جایگاهش در کهکشان ستارگان جاودان آیین حضرت بهاءالله است. همچنین وی را به لقب سرآمد ایادیان مباحی و مفتخر فرمودند. البته نباید فراموش کرد که شوقی افندی جامعه بهایی را در سراسر جهان از شخصیت پرستی برحذر می داشتند و معتقد بودند که جامعه نباید دور شخصیت ها بنا شود، بلکه آنها هر قدر هم که مقام و خدماتشان بالا باشد، باید تحت هر شرایطی مطیع محافل روحانی و تشکیلات بهایی باقی بمانند. دوستان عزیزم، مارتا رود فی الحقیقه سرمشق افتخار آفرینی برای همه زنان و مردان بهایی در شرق و غرب عالم است و یاد عزیزش همواره گرمی بخش قلب شیفتگان به خدمت و محبت به نوع بشر خواهد بود. ببار ای ابرکم بر من ببار و تازه تر شو، ببار و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو، تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره، اگه پر میوهی پر سایه‌ای افتاده تر شو، رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت، ای جان جانان ای درد و درمان، ای سخت و سان آواز و پایان.
صدای من به وسعت یکی شدن. بیا شکن بیا به جنگ تن به تن، بیا به جنگ تن به تن. بباره ای ابرکم بر من ببارو تازه تن شو، ببارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو. تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره، اگه پر میوهی پر سایه‌ای افتاده تر شو. شنوندگان عزیز، اون که شنیدید شرح احوال و خدمات خانم مارتا رود، خبرنگار آمریکایی بود که امیدوارم پسندیده باشید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امروز علاوه بر شرح حال ایشان در مورد ملکه رومانیا هم که توسط مارتا رود به دیانت بهایی ایمان آورد صحبتی خواهیم داشت. اما قبل از اون توجه شما عزیزان رو به مطلبی تحت عنوان میس مارتا رود در آباده جلب می کنم. نویسنده اون آقای عطا آگاه هستند که خاطرات شیرین دوران کودکی خودشون رو هنگامی که مارتا رود به آباده رفته بود به رشته تحریر درآوردند. مطلبی بسیار شیرین و شنیدنی و دوست عزیز آقای علی حقیقتجو این قسمت رو اجرا خواهند کرد و من قبلا از همکاری صمیمانه ایشان بسیار سپاسگزارم. درست به خاطر ندارم چه سال و ماهی بود، ولی خوب به خاطر دارم که در جمعیت بهایی آباده شور و هیجانی برای ورود میس مارتا رود وجود داشت. ما اون رو مارساروس تلفظ کرده و خیال میکردیم مارساروس فقط یک کلمه است. ما بچه بودیم و اومدن مارساروس به آباده هفته ها ورد زبان همه بود. در روز ورود ما پسر بچه ها سوار دوچرخه های خود شده چندین کیلومتر در جاده خاکی اصفهان به پیشواز رفتیم. بزرگترهایی که دوچرخه سواری نمی کردن فقط 2-3 کیلومتر به پیشواز اومدن. پدرم که سوار الاغ سفید تندرو خود بود در رأس پیشواز آمدگان قرار داشت و مخصوصاً الاغ خود رو آورده بود که اگر مارساروس بخواد میتونه سوار شده وارد آباده بشه، چون در کوچه های تنگ و باریک آباده رفتن با اتومبیل خیلی سخت بود. بعد از ساعتها انتظار اتومبیل مارتا رود از دور پیدا شد و ما بچه ها که همه شاگردان مدرسه تربیت آباده بودیم فریاد الله اکبر رو بلند کردیم تا به این وسیله به مسافر خودمون بفهمونیم که ما بهایی هستیم و به پیشواز اومدیم. ولی مسافر بیچاره که یک عده پسر بچه دوچرخه سوار پر سر و صدا رو در مقابل خودش دید وحشت کرده دستور داد که راننده هرچه سریعتر از ما دور بشه. باری اتومبیل در جلوی ما توقف نکرد و به حرکت خود به سوی آباده ادامه داد. ما هم دوچرخه های خود رو سوار شده و در اطراف اتومبیل رو به آباده حرکت کردیم. یادم میاد که در عمر خود با چنین سرعتی دوچرخه نرانده بودیم. مثل فرفره پا می زدیم و مثل گلوله پا به پای اتومبیل در حرکت بودیم. پدران ما که از دور اتومبیل و جمعیت بچه های دوچرخه سوار رو دیدن صدای الله اکبر به آسمان رسید. عده‌ای فریاد می زدن یا بهاءالابها و الله اکبر. اتومبیل توقف کرد و مارتا رود از اتومبیل پیاده شد. یک حالت تعجب و حیرت و وارفتگی در من و شاید در سایر بچه ها ایجاد شد. برای هفته ها و ماه ها ورود مارتا رود ورد زبان همه بود و در نتیجه این مشغولیت فکری در خیال و فکر و ذهن ما مارتا رود به صورت یک فرد قوی هیکل و فوق‌العاده جلوه‌گر شده بود. من فکر می‌کردم مارتا رود بایستی بزرگتر از همه افرادی باشه که من دیده یا میشناختم. بزرگترین و شاهانه ترین فردی که تا آن زمان میشناختم اول رستم بود که سالها پیش مرده بود و دیگری پدرم بود که در میان همه مردم آباده
از بهایی و مسلمان و غیره یک سر و گردن از همه بالاتر و بزرگتر بود. با تمام این احوال من تصور میکردم مارتا رود حتی از پدرم بزرگتر و قویتر و عظیمتر و حداقل در قد و قواره همردیف رستم خواهد بود. وقتی پدرم که در جلوی جمعیت بود برای خوشامدگویی به مارتا رود نزدیک شد، من یک زن کوچک نحیف را دیدم که ابداً آثار عظمت و اقتداری که ماها در ذهن خود راجع به او ترتیب داده بودیم در اون دیده نمیشد. خانم باریکندام با پدرم دست داد و حرفایی رد و بدل شد. نه آنچه او گفت کسی فهمید و نه خوشامد پر آب و تاب پدرم برای او قابل درک بود. تنها کلمات و جملاتی که میتونست برای همه یعنی مصور و پیشواز کنندگان معنی و مفهومی داشته باشه کلمات الله و ابها یا بهاءالابها و یا علی الاعلی بود. مارتا رود نه فقط قد و قواره و عظمت و هیکلی که ما انتظار داشتیم نداشت، حتی الله و ابها رو هم نمیتونست به خوبی و روشنی ماها تلفظ کنه. بعد از صرف چای و آب و خنک و میوه که در کنار جاده خاکی آباده صرف شد، پدرم و مارتا رود در جلو و بقیه همه در عقب به سوی آباده به راه افتادند. مارتا رود سوار الاغ سفید پدرم نشد. صدای یا بهاءالابهای دوستان که همه از دهات مجاور آباده مانند کوشکک، درقوک، همت‌آباد، وزیرآباد، اردیس‌آباد، سقاد و عباس‌آباد جمع شده بودند حالت فوق‌العاده‌ای رو در این جاده خاکی به وجود آورده بود. قبلا برنامه چنین ترتیب داده شده بود که مارتا رود در منزل ما و به خرج مادرم پذیرایی بشن، نه به خرج محفل روحانی آباده. مادرم هفته‌ها قبل اتاقی رو برای مهمان ترتیب داده بود و حتی الامکان سعی شده بود که با وسایل دهاتی موجود یک اتاق راحت و آسوده تقریباً فرنگی پسند مهیا بشه. حتی تخت خوابی در آن قرار دادند و به غیر از یک لامپ نفتی نمره 7 به قدرت 7 شمع که بهترین چراغ موجود بود که معمولاً برای روشنی اتاق در شب به کار می رفت و همیشه در تاقچه جای داشت، یک لامپ نفتی نمره 7 دیگه با یک قوطی کبریت نو بالای تخت او قرار دادند. یک بادبزن دستی حصیری و یک کتاب انگلیسی موجود در خانه که در آن موقع نمیدانستم موضوع چیست و بعدها فهمیدم یک کتاب طبی کهنه است در روی میز کوچکی پهلوی تخت گذاشته شد. مقداری مغز بادام بوداده، مقداری کشمش سبز و انجیر و زردآلوی خوش با کمی توت خشکه در ظرفی در تاقچه گذاشته شد. پرده های اتاق عوض شده بود و پرده قلمکاری که ساخت اصفهان و شاه عباس رو در حال شکار و پرده دیگری که تصویری از لیلی و مجنون داشت آویزان شده بود. مقداری هیزم کافی خوش در بخاری دیواری گذاشته شده بود با وجودی که به خاطر دارم فصل زمستان نبود. یک کوزه سفالی پر از آب خنک در روی یک چارپایه در گوشه اتاق جا داده شده بود. یک جاجیم روی تخت و چند قالی ترکی کف اتاق و چند صندلی چوبی مبلمان اتاق مارتا رود را تکمیل می کرد. جمعیت مستقبلین کم کم به آباده نزدیک می شد و ما بچه ها مانند بازیگران سیک بار دوچرخه های خود در جلو و اطراف و عقب جمعیت حرکت کرده و شور و هیجانی به این جمعیت که در هر قدم طوفانی از گرد و خاک به هوا می فرستاد اضافه می کردیم. خانه ما در آباده در محلی به نام قلعه کهنه جا داشت، یعنی قسمت قدیمی و اولیه آباده بود و بنابراین بایستی از این قسمت کوچه ها و بازار و جلوی مسجد و حسینیه عبور می کردیم تا به خونه ما برسیم. جمعیت باهایی وارد اول بازار شد و ما که سوار دوچرخه در جلو حرکت می کردیم برای مردم آباده و کاسب بازار اعلامی برای نزدیک شدن بهاییان بودیم. این یه رسم همیشگی بود و موقعی که پدرم از بازار رد می شد همه جلوی پای او ایستاده و سلام می کردند. این دفعه هم استثنا نبود. در موقعی که جمعیت بهایی جلو می رفت خانه‌ها مردم حیرت زده از جا بلند شده سلام می کردند.
پدرم مانند همیشه جواب مؤدبانه‌ای به مردم میداد. مارتا رود که این همه مردم مؤدب رو میدید سری تکان داده، لبخندی میزد و الله اکبر میگفت. قبلا دیده بودم که پدرم همیشه می ایستاد با مردم صحبت کرده، احوال پرسی کرده و راجع به کسب و زندگی و حال و احوال زن و فرزندان اونها جویا می شد. او همه رو می شناخت. در آباده کمتر کسی بود که روزی مریض اون نبوده و از طرف او درمان نشده باشه. اون نه فقط خود مردم رو می شناخت بلکه زن و فرزند اونها رو هم می شناخت. آنها که حاضر بودند خوشبختانه اونایی بودند که معالجات پدرم در مورد اونها مثمر ثمر بود و اونها که از پدرم معالجات مفیده دریافت نکرده بودند نه فقط در میان جمعیت نبودند بلکه در هیچ جا نبودند. خدا روحشون رو شاد کنه. باری از میان جمعیت شنیدم مردی از دیگری با زمزمه پرسید این زن فرنگی کیه؟ و دیگری آهسته جواب داد این پیغمبر بابیاست. اولی به خنده گفت مگر پیغمبر زنم میشه؟ استغفرالله. وقتی به خانه رسیدیم جمعیت بهایی ساعتی مانده چای، شربت و شیرینی که مادرم تهیه کرده بود خورده و کم کم به دهات خودشون برگشتند. مارتا رود برای استراحت به اتاق خود رفت و بعد از چند دقیقه‌ای برای اینکه گرد و خاک جاده را از خودش بشوره معلوم شد حمام میخواد و سراغ حمام میگیره. مادرم بیچاره که همه چیز رو قبلا فراهم کرده بود و حالا یه پاش در آشپزخونه و یه پاش در حیاط جلو برای پذیرایی مهمونا بود راجع به حمام فکری نکرده بود. تازه اگرم فکری کرده بود کاری نمیتونست بکنه. نه فقط خونه ما بلکه هیچ خونه دیگه‌ای در اون روز در آباده حتی در ایران حمام نداشت. عده‌ای دستپاچه شده نمیدونستن جواب حمام خواستن اون رو چی بدن. افرادی عقیده داشتن که بهتر است به حمام دوشی که به همت پدرم در آباده ساخته شده و مورد استفاده بهاییان بود و تا خونه ما فاصله کمی داشت بره. افراد دیگری عقیده داشتن که نمیشه این زن خسته تازه از راه رسیده رو به خارج از خونه برای حمام فرستاد و تازه معلوم شده امروز حمام مردونه است و خلاصه وضع گیج کننده‌ای به وجود اومده بود. پدرم که همیشه برای هر مشکلی راه حل ساده و آسانی پیدا میکرد گفت این که اهمیت نداره. دستور داد یک تاس بزرگ مسی که معمولاً در هر خونه وجود داشت و از اون برای رختشویی استفاده میشد و تقریباً به اندازه یک وان کوچک بود به اتاق مارتا رود برده و چند سطل آب گرم و صابون و کیسه در اختیارش گذاشتن. این تاس مسی برای این زن ظریف و نحیف و جثه کاملا کافی بود که در اون حمام گرفته و خودشو شستشو بده. من به فکر افتادم که اگر این زن بنا به خیال و فکر من بزرگ و قوی هیکل بود قضیه حمام و تاس مسی چی میشد؟ باری مادرم پرسید که دلاک لازم داره یا نه. عمم طلعت خانم گفت حالا دیگه دلاک رو به یادش ننداز. دلاک از کجا بیاریم؟ خالم آفتاب خانم گفت اگه دلاک بخواد من حاضرم. ولی خوشبختانه زن فرنگی نفهمید دلاک چیز و نه درخواست کرد. مارتا رود حمام گرفت و خود را از خستگی و گرد و خاک راه پاک کرد. لباس تمیز پوشید و برای ملاقات عده‌ای از بهاییان که در اتاق دیگه جمع شده بودن اومد. قدری صحبت کرد که نه به خاطر دارم چی گفت و نه در آن روز حتی میفهمیدم که چی میگه. ولی افرادی که کمی انگلیسی میدونستند و برای مردم ترجمه میکردن حالت نشاط و شادی که در مستمعین ایجاد کردن هنوز توی ذهنم هست. شب زود خوابید و فردا صبح برنامه رفتن به رؤوس الشهدا و زیارت اونجا بود. صبح با همون تشریفات دیروز طول بازار طی شد و در رؤوس الشهدا بر سر مقبره پدر بزرگم مرحوم سراج الحکما که اولین بهایی آباده و بنیانگذار رؤوس الشهدا بود زیارت نامه خونده شد. بعداً در مجمع مفصل و پرجمعیتی مارتا رود برای بهاییان صحبت کرد. همیشه رسم بود که درب حقیقت الرحمن یا رؤوس الشهدا در موقع محفل باز بود و مخصوصاً پدرم سفارش کرده بودند که هیچ وقت در رو نبندن و اجازه بدن هر غیر بهایی که بخواد بتونه به آزادی وارد شده و داخل جمعیت بهایی بنشینه. پدرم عقیده داشت که بازگذاشتن در و اجازه دادن افراد به ورود مردم خواهند دید که ما یک جمعیت سری و پنهانی نیستیم.
بر علیه کسی یا گروهی نقشه و توطئه نداریم و با افراد و جمعیت‌ها و یا مذاهب دیگه دشمنی نداشته و بدگویی نمی‌کنیم. برخلاف افرادی که در مساجد به بهائی‌ها گاهی توهین می‌کنند، ما کسی رو مورد اهانت قرار نمیدیم. این طرز رفتار و طرز فکر همیشه در آباده نتیجه خوبی به نفع جمعیت بهایی داشت و چون مسلمانان می‌دونستند که از طرف جمعیت بهایی مورد تهدید و اهانت نیستند، اونا نیز کمتر در مقام جنگ و ستیز با بهاییان بودند و اغلب در محافل شرکت می‌کردند. روز اقامت مارتا رود در آباده و محفل آن روز نیز استثناء نبود. صدها غیر بهایی در رؤوس الشهدا جمع شده و به نطق او که برای مردم ترجمه میشد گوش دادند. من نمیدونم چی گفته شد و در اون سن و سال قدرت درک و فهم مطالب گفته شده رو نداشتم، ولی اونقدر عقلم میرسید و میدیدم که حرفای او در میان مردم همه حضار ایجاد یک بشاشت و انبساط میکنه. همه خوشحال و راضی بودن. توقف مارتا رود در آباده فقط 2-3 روز بود و در این مدت بیشتر وقت او با ملاقات با دوستان بهایی گذشت و اثر فوق‌العاده‌ای در مردم آباده به جای گذاشت. او سفر خودش رو با دعای خیر از طرف بهاییان آباده به سوی شیراز ادامه داد. گرچه مدت اقامتش در آباده کوتاه بود، ولی یاد اون و اثر اون سالها مورد بحث بهاییان آباده بود و برای اولین بار مردم آباده چه بهایی و چه مسلمون درک کردند که دین بهایی یک دین محلی و یا ایرانی نیست و حتی افراد فرنگی که هزاران فرسنگ با ما فاصله داشتند و حتی زبان فارسی رو نمیدونن بهایی هستند. جنبه عمومی و عالمگیر بودن دین بهایی شاید برای نخستین بار به مردم آباده و مخصوصاً بهاییان نشان داده شد. امروز بعد از گذشت سالیان دراز درک میکنم که این زن کوچکندام فرد عظیم و با قدرت و عظمتی بود که دست تنها تونست دست جمعیت بهایی آباده رو بگیره و اونا رو از دنیای محدود و کوچک خودشون به عالم با عظمت امر جهانگیر بهایی راهنمایی کنه. فردی بود که دریچه‌ای رو به دنیای خارج گشود. هر جا قدم گذاشت محیطی از تفاهم و هماهنگی بین دنیای شرق و غرب که یکی از اصول تعلیمات دین بهایی است به وجود آورد. شیراز شیراز میگن نازه واسه یافته و جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه تنگش. بلبل 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 تو کوچه از کوچه غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه از چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل بلبل تو کوچه غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش. شیراز عطر گل یاس و نسترن بهار نارنج، ای سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش. این جان که اگه چیش تو چیشایی یکی بودوزی، درد دلشه میشنافی از جلنگ جلنگش. قلبوی پیزوری بیست و سینه مردم شیراز، قلبوی پیزوری بیست و سینه مردم شیراز. تا بی خود ریشمیز بزنه دنگش، تا بی خود ریشمیز بزنه دنگش. شیراز شیراز شیراز. دوستان عزیز و همراهان گرامی، به رادیو یک جهان گوش می کنید. حال از شما دوستان عزیزم دعوت می کنم به شرح حال مختصر اولیا حضرت ماری ملکه رومانی که توسط خانم مارتا رود به دیانت بهایی ایمان آورد توجه بفرمایید.
اعلیحضرت ماری، ملکه‌ای که از لحاظ زیبایی صورت و سیرت در بین زمامداران عصر خود ممتاز و مورد احترام بود، دختر بزرگ دوک ادینبورگ بود که از طرف پدر نواده ملکه ویکتوریا ملکه انگلستان و از طرف مادر نوه الکساندر دوم تزار روسیه به شمار می آمد و شوهرش عالی جناب فردیناند پادشاه رومانیا بود. ملکه ماری در سال 1926 میلادی در ایامی که به واسطه محروم شدن پسرش از ولایت بسیار اندوهگین بود، کتاب بهاءالله و عصر جدید تألیف دکتر اسلمونت را توسط خانم مارتا روت دریافت کرد و پس از خواندن کتاب به قدری تحت تأثیر مطالب آن قرار گرفت که خواستار دیدار با مارتا روت شد و وی را به قصر خیش دعوت نمود. این دیدار سرآغاز آشنایی این بانوی ارجمند با دیانت بهایی و راهگشای ورود ایشان به این جامعه و خدمات درخشانی که تا پایان عمر ادامه داشت بود. ملکه رومانی که شب پیش از این دیدار تا ساعت 3 بامداد به خاطر مطالعه کتاب بهاءالله و عصر جدید راه را بر خواب شیرین بسته بود، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد و نوشت: به اعتقاد من این تعالیم راه حل مشکلات جهان امروز هستند. من در تعالیم این دیانت روح واقعی مسیح را کشف کردم. ملکه ماری پس از ایمان به دیانت بهایی عریضه‌ای به شوقی افندی ولی امر آیین بهایی نوشت و مراتب خضوع و خشوع و عبودیت خیش را ابراز داشت. وی سپس شرح ایمان آوردن خیش را به وسیله اعلاناتی خطاب به عموم اهل عالم در جراید اروپا و آمریکا و با عکس و امضاء خود به چاپ رسانید و از این بشارت عظیم که به او اهدا شده اظهار قدردانی و مسرت نمود. با ایمان آوردن ملکه رومانی، امر بهایی مدافعی کارآمد و شایسته پیدا کرد، زیرا وی نویسنده ای چیره دست بود و از این توانایی برای تحریر مقالاتی متعدد که در بیش از 200 روزنامه در آمریکا، کانادا، استرالیا، چین و ژاپن منتشر شد استفاده کرد و بالاخره اشواق قلبی و ایمان درونی این ملکه عالی قدر او را به سوی کوی جانان رهسپار کرد و وی در سال 1931 به اتفاق دخترش ایلیانا وارد حیفا شدند. ولی متاسفانه مخالفین سیاسی او مانع از تحقق آرزوی قلبی وی گردیدند و ملکه از این واقعه بی نهایت متاسف و غمگین شد و مراتب یأس و اندوه خیش را به مارتا روت که با او ارتباطی قلبی و صمیمانه داشت نوشت و واقعه را چنین شرح داد: من و ایلیانا هر دو از زیارت مقامات مقدسه علیا ممنوع گشتیم و از این حرمان و هجران در غایت اسف و حسرتیم. در آن اوان امور مملکت در انقلاب شدید بود و هر قدمی که از طرف من برداشته میشد نوع دیگر تفسیر می‌گردید و از لحاظ سیاست علیه من خاتمه می‌یافت. بدیهی است این اوضاع و احوال مرا در رنج و تعب قرار میداد و نعمت آزادی را از من سلب مینمود، ولی جلوه ایمان در جمیع احیان زنده و پاینده است و من در خلال همه تحولات و ناملایمات پیوسته به آن حقیقت ناظر و متمسکم. بی نهایت مسرورم که مسافرت شما آنقدر سودبخش و پر اثر و ثمر بوده. امیدوارم در جمیع احیان مؤید و موفق باشید، چه که میدانم چه پیام گرانبهایی را حاملید و چه رائحه پاکی را از یک نقطه جهان به نقطه دیگر میرسانید.
ملکه ماری 8 بار مارتاروت را در قصرهای مجلل و زیبای خود پذیرا گردید. در یکی از این دیدارها در 5 اکتبر 1927 که ملکه به واسطه مرگ شوهرش که در جولای آن سال اتفاق افتاده بود با تمام افراد خانواده در حال عزا در یکی از قصرهای تابستانی به سر می برد و هیچ کس به اجازه ملاقاتش نائل نمی گردید، مارتاروت را پذیرفت و ملکه در مقابل فامیل از عظمت آیین بهایی و اعلاناتش در جرائد و آرزوی تشرف سخن گفت و از بهایان آمریکا به خصوص خانم مارتاروت اظهار تشکر نمود. مارتاروت هدیه‌ای بس گرانبها از طرف بهایان مشهد تقدیم ملکه کرد و آن هدیه لوحی بود از حضرت بهاءالله که به زیبایی تصهیب شده و با چند تار موی حضرت بهاءالله در وسط قاب تزیین یافته بود. ملکه از دریافت این هدیه بسیار منقلب شد و از خانم مارتاروت و دوستان شرقی خود عمیقاً تشکر کرد و گنجینه ای را که به او داده شده بود گوهر رخشان نام نهاد. وی گفت این هدیه آنقدر برای من عزیز است که با دل و جان به حفظ آن همت می‌گمارم و تصمیم دارم آن را قاب کنم و در گوشه آن نیز عکس حضرت عبدالبها را قرار دهم. ملکه نیز در قصر دیگر خود در سال 1928 هدیه گرانبها که عبارت بود از یک سنجاق سینه بسیار زیبا به مارتاروت داد که وی آن را تقدیم معبد بهایی شیکاگو کرد و به نفع ساختمان این مشرق الاسکار به فروش رسید. 3 سال بعد یعنی در سال 1931 فردی که این سنجاق سینه را خریداری کرده بود آن را به محفظه آثار بهایی سپرد و همکنون نیز این سنجاق گرانبها و زیبا در این محفظه در حیفا باقی است و نشانه و یادگاری است از ایمان اولین ملکه‌ای که به همت خانم مارتاروت به آیین بهایی گرویده است. آخرین ملاقات ملکه رومانیا و میس مارتاروت در بخارست انجام گرفت و وی از ترجمه کتاب بهاءالله و عصر جدید به زبان رومانی اظهار مسرت نمود. وی در آخرین اعلامیه تبلیغی خود اعلان کرد و نوشت: بیش از هر زمان در این اوان که جهان مصادف با سرگردانی و اضطراب است، تعالیم بهایی مانند ستاره درخشانی است به سوی موفقیت کامل و اطمینان و صلح و خیرخواهی نوع انسان. ملکه ماری در اواخر حیات و در غم از دست دادن شوهرش فردیناند بسیار دلازرده و غمگین به نظر می رسید، مخصوصاً اینکه طلیعه جنگ جهانی هم پیدا شده بود. روزی به یکی از دوستانش نوشت: من هر روز می نشینم و ابرهای سیاه را که در آسمان پیدا شده می بینم و برای صلح دعا می کنم. چه کسی جنگ را می خواهد؟ من آرزو دارم قبل از شروع جنگ دیگر بمیرم. وی بالاخره به آرزوی خیش رسید و قبل از جنگ جهانگیر دوم در حالی که سختی‌ها و مشقات زندگی او را درمانده کرده بود، پس از چند ماه کسالت در جولای سال 1938 روح پرفتوحش به عالم بالا عروج کرد. تجلیلی که هنگام تشییع از وی به عمل آمد بی‌نظیر و کاملا در خور آن تاجدار بود. بهائیان جهان نیز مراتب تسلیت و اندوه خیش را به دختر ایشان که در آن زمان ملکه یوگسلاوی بود ابراز داشتند و به یادبود اولین ملکه بهایی جهان و تجلیل از خدمات گرانبهایش جلسه بسیار با شکوه و مجللی در واشنگتن تشکیل داده، سبدهای گل بسیار بزرگ و زیبایی از طرف محافل ملی آمریکا و کانادا به آنجا فرستاده شد. خدمات این بانوی برجسته و پرارج مورد تقدیر و تحسین حضرت شوقی افندی قرار گرفته و در مورد وی چنین می‌فرمایند: این ملکه نیک اختر
شهرتی جاودانی در ملکوت مالک قدر یافت و این رتبه علیا حاصل نگردید مگر به علت اقرار تاریخی ایشان به ظهور رب آسمانی در هیکل جمال قدم و بدین جهت ایشان را شایسته است در صف تاجداران ارض که مقدر است بر خدمت امر الهی قیام نمایند حائز اولین رتبه و مقام بدانند. شنوندگان ارجمند، به رادیو یک جهان گوش می کنید. در اینجا با بیانی از حضرت عبدالبها در رابطه با زنان و حقوق مساوی آنان با مردان برنامه را به پایان میبریم. زنان شرق در زمان سابق بسیار ذلیل بودند، زیرا عقاید مردمان چنان بود که زن باید قرائت و کتابت نداند، از مجموعه عالم خبر نداشته باشد. زنها محض پرستاری اطفال و خدمات خانه اند. اگر چنانچه تحصیل علوم کنند، تحصیل فضائل انسانی نمایند، این مخالف عصمت و عفت است. آنها را در خانه ها حبس می داشتند، ابداً راهی به خارج نداشتند. حضرت بهاءالله جمیع این اوهام را خرق فرموده گفت بین رجال و نساء تساوی حقوق است. پیش خدا مردی و زنی نیست. هر کس فکرش بهتر، تربیتش بهتر، اعمال خیریه‌اش برتر، در درگاه الهی مقربتر است. در نزد خدا مرد یا زن، سفید یا سیاه، احمر یا اصفر یکی هستند. لذا باید زنها خیلی بکوشند تا تحصیل فضائل عالم انسانی نمایند و در وحدت عالم انسانی بکوشند. وقتی زنان ترقی کنند که مردان خود شهادت دهند که زنان با ما مساوی‌اند، حاجت به جدال و نزاع نیست. عبدالبها عباس. در اینجا با شما دوستان نازنینم بدرود میگم، به امید آنکه هفته خوب و پرباری رو در پیش داشته باشید. فراموش نکنید دوستانم که در طول هفته میتونید به وسیله این شماره تلفن رایگان با ما تماس بگیرید. 1-877-303-97-16. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکار.